سلام سلاطین، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. من همچنان میلانم. امروز دارم برمیگردم بولونیا. فقط قبل از اینکه برگردم یه چیز خیلی جالب روی اینترنت پیدا کردم. یه جایی یه ذره سخته توضیح دادنش، چیزای تیریدی داره، جای باحالیه. واقعا نمیدونم چجوری باید توضیح بدم، چون فقط یه سری عکس و فیلم ازش دیدم. باید چیز جذابی باشه. گفتم قبل از اینکه برگردیم خونه بریم اینجا رو از نزدیک با هم دیگه ببینیم. نزدیکش هم هستیم، تا یه چند دقیقه دیگه میرسیم بهش. آقا همین حالا شما چطوره؟ خدا رو شکر. ردیفی رو برایی؟ میگذرونم. آخ. این میلان خیلی جالبه، خونه های جدید و نوساز زیاد داره، ولی مثلا یهویی داری راه میری یهویی به یه همچین چیزی برمیخوری. دونی چقدر خوشگله این برجه. ویورره دقیقا روبروی همین دومای کلیسای اصلی میلانه. اینها اینجا ورودیشه. اصلا فکر کنم رایگانه ورودیش. آره؟ آره خیلی رایگانه. پولیه. آره بیا کنید اینجوریه، میبینید؟ یه جوری تیریدی درست کردن که انگار اینا از ساختمون آویزون شده. میبینید؟ اینجا نگاه کنید، جای چتره برای زمستونه. چترشونو میکنن این تو، با کلید باز میکنه میکشونه، اینجوری کلیدشو برمی‌داره. اسم اینجایی که داریم میریم لیندرو ایرلیک. ایشون هم پیام مردی. اینجا رو نگاه کنید، یه دونه آسانسوره. دکمه‌شو که بزنم، بعد هر سری که این درش بسته میشه دکمه‌شو میزنم یه چیز دیگه اون تو در نشون میده. نگاه کنید الان این بسته شد. یه بار دیگه. نه به آقای دکتر، این خیلی هیولاه. نگاه کنید مثل یه ابره، بعد قشنگ حالت ابر، آدم میره جلو این ابر میمونه. ولی نگاه کنید چیه توی این شیشه ها، هر کدومش یه تیکش کشیده شده، از روبرو این ابر دیده میشه. خیلی جذابه. اوه اینا بزرگشه. از نزدیک اگر ببینید قشنگ این ابر میمونه. اینو مثل قلب درست کردن. خیلی جذابه. بچه‌ها یه اتاقای تاریک اینجوری درست کردن. من الان فلش زدم، میبینید یه دونه پنجره داره، توش هم حتی داره بارون میاد. نگاه کنید این واقعیه. بعد چراغو که خاموش کنم رعد و برق هم میزنه، صدای رعد و برق هم میاد. نگاه کنید ببینید چقدر طبیعیه. بعد تو این اتاقی که هستم وایسید، قشنگ انگار توی یه اتاق تاریکی وایسادید. دیدی مردیره؟ اینجا رو نگاه کنید ببینید چه باحال درست کردن. این قایقا رو میبینید توی آبه، ولی در واقعیت توی آب نیست و رو هواه، داره اینجوری لغ میخوره. این قسمت پایینش هم که حالت رفلکس قایقه، اینم حتی پلاستیکه. از اون قشنگتر حتی اون پاروی. آره پاروی اینم درست کردن. نگاه کن قشنگ انگار روی آبه. اینم یه آسانسوره، یه اتاقه ها، ولی میری اون تو نگاه کنی انگار خیلی ارتفاع داره، ولی در واقع آینه است، هم پایینش هم بالاش. اینم دقیقاً این پنجره یه دونه مترو قطار درست کردن. والدوسیلا قشنگ انگار توی قطار. اون یه چیز جالبی که داره، صدای کلا همه اینجوریه، قشنگ آدمو میذاره تو اون موقعیت. اینو من نفهمیدم. اینطوریه. ناشین اینجا رو، این هنر آینه است. الان ما داریم عین یه اتاق اینجا رو میبینیم، ولی در صورتی که من اینجا هستم، اینجا هم هستم، اینجا هم هستم. حالا اگه گفتی این آینه ها چجوری گذاشته شده، از وسط این رفته اونجا، از وسط اونم اومده تو دیوار. او اینطوریه، یه دونه اینطوریه. نه دو تاست. نه یه دونه عزیزم، یه دونه اینجاست، یه دونه هم اینجاست. دو تاست. به خاطر این ما خودمون اونجا هم داریم میبینیم. میبینیم ما خودمون اونجا هم داریم میبینیم. آره آفرین، دقیقاً تو این حالته. واقعا جذاب. اصلا انگار قشنگ یه دونه اتاق اینجا. الان نگاه کنید این پسره که این رو وایساده داره اینجا رو نگاه میکنه، اینه هاشش اینه. اینجا اتاق توهمه. آدم باید اینجوری راه بره، دستشو باید بگیره اینجوری که به در دیوار نخوره. اینجا منم، از این ور دوباره. خیلی خوبه. تو الان واقعا اینجایی؟ آره. اینا همه وای چه توهمیه حاجی.
این شوشه است. آره مردی تو چه کار کردی؟ خیلی باحاله، قشنگ امکان تو در دیوار خوردنمون هست. ای طولست. اینا نگاه کنید ببینید چقدر جالبه. راپله است ولی این شکلیه. نگاه کنید ما کجا وایسادیم. نگاه کنید همین اینجا سرپا وایساده این شکلیه. آره اینجوری انگار نشستی. آره دقیقاً. آهای بچه این خیلی خفنه. نگاه کنید کلا این اتاق سیاهه. خب یه سری جاها نور انداختن مثل میز و صندلی که آدم میشینه اونور طرف این روح میشه. نگاه کنید الان امین بشین. نگاه کنید امین اینجا نشسته، اینور تو سایه میز و صندلی عین روح نشسته رو اون میز و صندلی. بعد اصلا اینجا واقعا یه اتاقه ها میز و صندلی گذاشتن، یعنی عکس نیستش. نگاه کن امین اینجا نشسته، خیلی جذابه. تو اینجا بمون من برم با روحت ببینم. پیام اینجا چی کار میکنی؟ بریم برسیم به اصل ماجرا. ببینید اینجا که وای میستم این یه دونه آینه است که اینجوری کج گذاشتن اینجا. این خونه ای که اینجا میبینید روی زمینه. اینجا مردم از اینجا میرن روی این خونه ولی تو آینه رو نگاه کنید انگار از اون جا آویزون شدن. اینو نگاه کنید، اینا رو نگاه کنید. این خیلی خوبه. این هاشش نگاه کنید، این دختره رو نگاه کنید. اینها هاشم منم اینجا. عالیه این عالیه. اینو نگاه کنید، این هاشش اینجا بود. اینو نگاه کنید اسپایدرمن شده. اینجا پشت اینجاست یارو. نگاه کنید این هاشش. اینجا خونه هست، ما اینجا میریم عکسمو میفته اینجا. تو پای منو بگیر. بازه باش. اینجا دراز میکشم. همین نیافتی داداش. بگیر اونجا رو بگیر. وای زدم اینجا رو خراب کردم. برو دیگه تمام شد. وای زمین زدم خراب کردم، پامو گذاشتم خراب. ولی برای همه این اتفاق افتاده بود، یعنی فقط برای من نیست. حالا یارو هم میگن چی؟ گربه گفتن انت دواست نرید نخور. یارو بهش میگم ببخشید داداش ببخشید بابات اینجا رو نساخته که دست بریز. بعد همه این اتفاق افتاده بود چون خیلی خراب شده. ولی خیلی چیز جذابی بود. یه دونه از اینا تو خونمون درست کنیم بزنه. آقا اینم از این، قیمتش 10 یورو بود ولی چیز جذابی بود. کار یه آرتیستی بود که کلا تمام چیزایی که این تو دیدیم و اون درست کرده بود. خیلی باحال بود، برای یه بار دیدن ارزششو داشت. من بدو برم که برسم به قطار. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. بوس به کلتون. خدافظ. وای پسر مترو چقدر شلوغه.